سلام و شامتان بخیر. مهمترین های ورزش امروز را با زاویه دنبال کنید. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال بانوان افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا ترکمنستان را شکست داد، اما پس از چاشت امروز برابر ازبکستان شکست خورد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌بینید. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال بانوان افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با نتیجه 2-1 ترکمنستان را شکست داد. اما 23 ساله‌های فوتبال کشور در دومین دیدارشان پس از چاشت امروز برابر ازبکستان شکست خوردند. این رقابت‌ها از دیروز رسما در پایتخت تاجیکستان کلید خورد و تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. تیم‌های فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در این مسابقات در برابر هم رقابت می‌کنند. روند بایومتریک ورزشکاران برای دریافت پول اصلیشان از طریق پروسه آسان خدمت امروز آغاز شد. روند بایومتریک ورزشکاران از بهر دریافت پول اصلیه از طریق پروسه آسان خدمت امروز رسما آغاز شد. این روند با بایومتریک ورزشکاران تیم‌های ملی فوتبال از امروز آغاز شد که بیشتر از 100 ملی پوش فوتبال شرکت کرده بودند. در همین حال دکتر حفیظالله ولی رحیمی، رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رئیس منتخب کمیته ملی المپیک، روند بایومتریک پول اصلیه ورزشکاران را در اداره ورزش کشور در راستای جلوگیری از فساد مالی و اداری و عدالت بین ورزشکاران حقیقی و خیالی یک گام مؤثر و مثبت عنوان می‌کند. یما سعیدی، مژدان مهاجر افغان در آلمان، امشب بالای کمربند قهرمانی اینترکانتیننتال سازمان جهانی بوکس مبارزه می‌کند. یما سعیدی بالای کمربند قهرمانی اینترکانتیننتال سازمان جهانی بوکس WBO مبارزه می‌کند. این مژدان حرفه‌ای مهاجر افغان مقیم آلمان در حال امشب به مصاف جک کولکی، مژدان اکوادوری، وارد رنگ رقابت می شود که در حال حاضر 2 کمربند معتبر WBO و IBF اروپا را در اختیار دارد. از سوی هم جک کولکی همکنون در میان 1869 مژدان حرفه‌ای وزن متوسط جهان مقام 26م و در میان 55 مژدان حرفه‌ای آلمان مکان نخست را در اختیار دارد. این بود مهمترین های ورزش امروز از نیوز باکس. تا بعد، خدا نگهدار.